بسم الله الرحمن الرحیم. تخته نمبر 13 مشق تشدید ما در درس‌های گذشته خواندیم که خب اینجا میخوانیم مشقش است. با را پیش بر، یعنی را یک مرتبه تلفظ شد، را زیر ری 2 مرتبه، بری، ز زبر ز، برز، وقفا برز. ح صاد پیش حس، صاد زیر سی، حسی. خب به شدت میگیم، نه تشدید گفته بودن که شدت به شدت خوانده میشه. لام زبر لا، حصل، حصل نرم نگن، خب به شدت. وقفا حصل. صاد دل زبر صاد، دل زبر ده، قاف زبر قا، صدق. وقفا صدق، قلقله میشه. عین دل زبر عد، دل زبر ده، دل زبر ده، عدد. وقفا عدد. قاف دل زبر قد، دل زبر ده، را زبر را، قدر. وقفا قدر. کاف ذل زبر کذ، ذل زبر ذا، با زبر با، کذب. وقفا کذب. نون عین زبر نع، عین زبر ع، میم زبر ما، نعم. وقفا نعم. یا زبر یا، ضا نون پیش ظن خونده شود، نون پیش نو، یظن. وقفا یظن. هرگاه بالای نون ما و بالای میم ما تشدید آمد، این علامت اوجا غنه میشه، یظن. یا زبر یا، ح ضاد پیش حض، ضاد پیش ض، یحض. وقفا یحض، یحض. جیم نون زبر جن غنه شود، نون زبر نه، تا دو زیر تین، جنتین. وقفا جنه، به ها تبدیل میشه. ذل را زبر ذر، را زبر را، تا دو زیر تین، ذرتین. وقفا ذره. قاف واو پیش قو، واو زبر و، تا دو زیر تین، قوتین. وقفا قوه. کاف را زبر کر، را زبر را، تا دو پیشتون، کرتون. وقفا کره. سین عین پیش صع، عین زیر عی، را تا زبر رت، صعرت. تا صفتش معلوم شود. وقفا شما این شکل است. هرگاه که کلمه ما در آخرش ساکن داشت، وقفا وسطن شکل است. قاف دل زبر قد، دل زبر ده، میم تا زبر مت، قدمت. وقفا شما قدمت میشه.